وقتی صحبت از روانشناسی میکنیم و صحبت از کوچی میکنیم، یکی از شیرین ترین حوزه ها که معمولاً تو ادبیات توجه کمتری بهش شده بحث هیجانه. هیجان یک عامل بسیار تاثیرگذار روی افکار ما، روی رفتار ما، روی حتی حسهای بدنی که هر کدوم از ما داریم. به عنوان مثال وقتی که به هر دلیلی فرض کنیم که هورمون‌های من به هم ریخته، من امروزم رو با عصبانیت شروع کردم، با هیجان خشم شروع کردم، این هیجان توی تحلیل من از واقعیت میتونه تاثیرگذار باشه و حتی افکاری رو به سمت من جذب کنه که هیزمی باشه به این آتش خشمی که دارم تجربه میکنم. حتی میتونه رفتار منو، تعاملم تو سطح اجتماع رو تحت تاثیر قرار بده. ممکنه که با کوچکترین خطایی شروع بکنم فریاد زدن، داد زدن و رفتاری رو متناسب با اون هیجان بروز بدم. حتی میتونه رو بدن من تاثیرگذار باشه، میتونه فشار خونم رو جابجا بکنه، میتونه حتی رو دستگاه گوارش هم تاثیر بذاره، مثلا تجربه ترش کردن رو یا ریفلاکس رو داشته باشم یا هر چیز دیگه. پس بنابراین این موضوع بسیار حائز اهمیته و یک کوچ و یک روانشناس باید بتونه این هیجان رو به خوبی مطالعهش بکنه. اما ما چجوری مطالعه بکنیم؟ چون نمیبینیمش. تا زمانی که بروز پیدا نکنه و رفتار نشه من نمیتونم درکش کنم. تا زمانی که توی در واقع چهره فرد نبینمش و توی در واقع تعاملات و رفتارهای فرد نبینم نمیتونم مطالعهش کنم. برای مطالعه چند تا شاخص داریم که این شاخص ها خوبن، یه سری چیزهایی رو به ما میدن. هر جایی که من هیجانی رو دارم میبینم که اون هیجان با اون مکان و اون باور سنخیت و تناسب نداره، اونجا جاییه که یک روانشناس و یک کوچ میتونه وارد بشه و روش تمرکز بکنه. چرا اون فرد داره، چی میشه که اون فرد داره هیجانی رو تجربه میکنه، زیرش چه باوری هست که هیجانی رو داره تجربه میکنه که سنخیتی با موضوع مکان اکنون اینجا نداره. برای اینکه بیایم در واقع هیجانات رو مطالعه کنیم لازم هستش که یه ذره اطلاعات راجبش به دست بیاریم. تو ادبیات وقتی بررسی میکنیم میبینیم که یک جنگی بین این روانشناسا وجود داره. یه سری میخوان که بگن که ما یک سری در واقع هیجانات اصلی داریم، بقیه هیجانات منتج شدن فرعی. یه سری هم میگن اصلا دسته‌بندی رو ما قبول نداریم که اصلی و فرعی اینا رو قبول نداریم. اما اکثریت تو ادبیات این تقسیم بندی هیجان اصلی و فرعی رو قبول دارن. باز دوباره تو ادبیات موضوع میبینیم که یک جنگی هست. یکی میگه ما 4 تا اصلی داریم، یکی میگه 8 تا داریم، یکی میگه 6 تا داریم. یکی از مدلایی که خوب فراگیر شده و کمک میکنه مدل در واقع پول اکمن هستش که هولوهوش فکر میکنم 1970 اینطورا در واقع این مدل رو مطرح کرد. خب برای اون موقع هم خیلی مدل جذابی بود. اکمن در واقع هیجانات اصلی که شناسایی کرد خشم هستش، ترس هست، نفرت هست، خوشحالی هست، اندوه و غم هستش و تعجب یا یه جورایی حالا واژه انگلیسی که بکنم برای سورپرایز هستش. و این 6 تا رو جزو در واقع هیجانات اصلی میدونه و بقیه هیجانات رو منتج شده از اینها میدونه. تو این شکلی که الان من سعی کردم که در واقع بهتون نشون بدم، شما میبینید یک دایره هست که اون وسطش 6 تای هیجان اصلی هستش و بعد دورش هیجانات فرعی و فرعی تر توی در واقع 2 تا سطح جلوتر رو میتونیم ببینیم که وجود داره. پس این در خصوص این که اصلا هیجانات چی هستن، اصلی و فرعی. اما یه مشکلی معمولا به وجود میادش. بعضی از افراد به هر دلیلی که واردش نمیشیم، اگر روانشناس هستیم، روان تحلیلگر هستیم، میتونیم وارد بشیم. اما اگر کوچ هستیم و پیشینه روانشناسی نداریم توصیه میشه که تو این حوزه در واقع وارد نشیم. بعضی از افراد نمیتوانند هیجانات مختلف رو تجربه کنند. بعضی افراد پوکر فیسن، یعنی قشنگ میبینیم که هیچ هیجانی رو توش پوکر فیس. چون میبینیم تو بازی پوکر خیلی مهمه که هیجانات رو نشون ندی، برای اینکه
اون صورتخوانی که میکنه طرف مقابلت میتونه بفهمی که آیا داری بلوف میزنی یا نه. بنابراین این اصطلاح پوکر فیس از اینجا اومده. از تو چهرهش نمیتونی بفهمی اصلا چه اصلا هیجانی رو، خوشحال همینجوریه، غمگین همینجوریه، هیجان زده از همینجوریه، احساس غرور میکنه همینجوریه و نمیتونی درک بکنی که الان چه هیجانی داره، چون گاهن خودشون تجربه ای از هیجانات مختلف ندارن. فردی رو تجسم بکنیم که مثلا دوران کودکی اگر پرخاشگری میکرد، اگر داد میزد، به شدت از سوی والدین در واقع تنبیه میشد، برخورد میشد. خب این فرد یاد گرفته خشم رو بیاد سرکوبش بکنه. جایی که یک موضوعی هستش که اصولا باید عصبانی بشه میبینیم که میخنده، یا جایی که هستش که باید غمگین باشه قهقه داره میخنده، یا جایی که باید بخنده گر اشک میریزه و گریه میکنه، غمگین میشه و چیزای دیگه. و یا یه نفر میبینیم که اصلا هیچ حس ترسی نداره. خب این هم سرکوب شده است. پس بنابراین ما تو کوچینگ واردش نمیشیم، اما تو روانشناسی میتونیم بریم و کمک بکنیم به فرد که به مراجعمون که ببینه در واقع هیجانات مختلف، ریشه‌شو ببینه که چی بوده، چجوری میتونیم درمانش در واقع بکنیم. اما تو حوزه‌های دیگه، تو حوزه‌های عمومی، کاری که میشه کردش اینه که بر اساس اون دایره‌ای که بهتون دادم که حالا ترجمهش هم فکر می‌کنم وجود داشته باشه، میتونید شما به مراجعتون کمک بکنید، هم تو کوچینگ هم روانشناسی، که اسم بذاره برای حالتهای در واقع حالتهای روانی که داره تجربه میکنه. الان من خوشحالم، الان من غمگینم، الان احساس غرور دارم، الان احساس شرم دارم. خود ما ببینیم که چند نوع، چند تا در واقع هیجان رو میشناسیم، چگونه میتونیم احساساتمون رو بیان بکنیم، چجوری میتونیم هیجاناتمون رو انتقال بدیم. و هر چقدر من دایره لغاتم در خصوص هیجانات بیشتر باشه، خب میتونم تعامل بهتری داشته باشم. پس در واقع این موضوع رو هم جمع‌بندی بکنیم اینه که گاهی افراد، خودمون، مراجعمون، گاهی هیجانات رو جایگزین میکنیم با هیجاناتی که مجاز بود تو دوران کودکی، و گاهی هم بلد نیستیم که اسم بذاریم، لیبل بذاریم روی هیجانی که داریم تجربه میکنیم. خیلی مهمه این موضوع، چون اگر این کار نکنیم نمیتونیم تعامل سازنده و بالغانه ای داشته باشیم. موضوع سوم که میخوام در خصوص در واقع هیجان باهاتون صحبت بکنم اینه که هیجان ماهیت تکاملی داره. هیجان همونجور که خدمتتون گفتم تأثیراتش فراتر از رفتاره، حتی روی بدن ما، روی گردش خون ما هم میتونه تاثیرگذار باشه. اینا رو مثلا هم چند تا شکلی که فکر میکنم که بارها هم دیده باشین اگه نگاه بکنین، مثلا بالا سمت چپ توی حالت خشم تمام خون اومده توی دست بازوها برای اینکه من بتونم بجنگم، توی سر برای اینکه بتونم تصمیم مناسبی بکنم، تو قسمت قلب برای اینکه پمپاژ خوبی رو داشته باشه، یا توی هپینس میبینیم که سراسر شور و هیجانه، دیدین گور میگیره اصلا آدم، بدنش کلا داغ میشه. یا توی قسمت لاو رو نگاه بکنین، توی قسمت عشق رو نگاه بکنین، دومی سر، قلب چقدر داره برق میزنه، چقدر روشن شده، برای اینکه میدونین شما که یک بخشی از در واقع سلول های مغزی تو خود قلب وجود داره. دیدین میگن طرف با قلبش فکر میکنه و واقعا میتونه انسان. یه مقاله میخوندم که میگفتش که حتی این سلول های مغزی در واقع وجود داره و حتی این حسه فقط حس نیست، میتونه ماهیت در واقع واقعی هم داشته باشه. شما میبینی همه اینجا داره خونه جمع میشه. توی منطقه جنسی فرد رو نگاه بکنین، همه خون در واقع گردش خون رفته اونجا، گرما در واقع بیشتر شده برای بحث‌های تولید مثل و بحث‌های جنسی. پس بنابراین هیجانات روی بدن ما، گردش خون ما تکاملی هن. یعنی قراره که بقای ما رو در واقع حاصل بکنم. بنابراین اگر کسی سرکوب کرده یک هیجانو، ما باید بشناسیمش و بیاریم بالا، چون برای بقاش، برای زندگی بالغانش نیازه همچین چیز.
و اما چجوری مطالعه بکنیم هیجان رو؟ چند تا 4 شاخص هست که این 4 شاخص معمولا موقعی که هیجان رو میخوان توی تحقیق بکنن، پژوهش بکنن، بهش میپردازن و من درمانگر، من کوچ، اینها رو باید توی کلاینت هم در واقع شناسایی بکنم، بهش توجه بکنم. اولیش موضوع مطلوبیته. حواسمون باشه که اینجوری تجسم نکنیم که همیشه غم منفیه. ممکنه که یک نفری از غمگین بودن حال خوبی داشته باشه، حال مطلوبش باشه. پس باید ببینیم، یعنی چک بکنیم که این برای تو چقدر میزان مطلوبیت این هیجان چقدره. پس این که آیا یک هیجان برای اون فرد مطلوب هست یا نه نامطلوب. قدرت برانگیختگی یک زمانی در واقع من دارم هیجان خشم رو تجربه میکنم ولی میادش بالا و ولش میکنم. یه زمانی هست نه اینقدر زیاده که اصلا از شدت فریاد و از منفجر میشم، یعنی بروز میکنه، خودشو داره نشون میده تو رفتارم به شدت. یا مثلا فرض کنید یه زمانی شما دلتنگ میشین، دلتون تنگ میشه و کارتون رو ادامه میدی. یه زمانی انقدر دلتنگی زیاده که گوشی رو برمیدارن تماس میگیره. پس بنابراین قدرت برانگیختگی هیجان چقدره؟ پس اولیش مطلوبیت، دومیش قدرت برانگیختگی، اون هیجانی که مراجع داره تجربه میکنه چقدر داره برانگیختش کرده. سومی اینه که چقدر کنترل داره روش، خود فرد روش کنترل داره یا هیجان رو فرد در واقع کنترل داره. یه کتابی هستش که خیلی تفسیر قشنگی رو داره از هیجان میکنه، میگه که هیجان و منطق رو داره مطرح میکنه. میگه هیجان مثل فیله است و منطق و مغز و اینا مثل اون ساربونی که فیله رو داره هدایتش میکنه و میرونتش. اگه فیل رم بکنه دیگه سالبون اصلا، اون ساربان اصلا دیگه کاره ای نیستش، عقل کاره ای نیستش، همه چی دیگه هیجان میشه و واقعیه. و اینکه این قدرتی که فرد داره چقدر برای اینکه این موضوع رو بتونه منیج بکنه. و آخریش که خیلی چیز مهمیه، خیلی مهمه، هم تو جلسات کوچینگ و هم روان درمانگری، بحث کار کرده. بعضی موقع ها هیجانات برامون کارکرد دارن. مثلا وقتی کسی قهر میکنه و افسردگی رو مثلا در نظر بگیرین، افسردگی باعث میشه که یه سری آدم بیان نازم بکنن، حالت چطوره، چرا قصه نداره که دنیا، میدونین از تنهایی در بیام، یا حتی میتونه کنترلگری بکنم. اینو خیلی توی چیزا دیدیم شنیدیم، توی دوران جوانی میگه اگه تو با من نباشی من خودکشی میکنم. میدونی این غم و افسردگی رو داره ابزاری میکنه برای کنترل دیگران. پس میتواند هیجانات برای افراد، البته حواسم باشه اینا ناهوشیار ها، فکر نمیکنه ها دیگه، معمولا آدم‌های نرمال فکر نمیکنن مگر اینکه دیگه یه ذره تفکرات سوء استفاده گری خیلی زیاد باشه، خب دیگه موضوع شد. اما معمولا اینا ناهوشیار، یعنی یک فردی که غمگینه، یک فردی که افسردگی داره میتواند از این طریق دیگران رو کنترل کنه و باید که نه بهتره به عنوان یک درمانگر یا کوچ کارکرد هیجان رو به آگاهی فرد بیاریمش. یعنی از حالت ناهوشیار بیاره متوجه بشه که این براش کارکرد داره، اگر من غمگینم دارم منتفع میشم از غمگین بودن. پس بنابراین این 4 شاخص خیلی مهمن که باید حتما در واقع بهشون موقعی که داریم هیجان رو مطالعه میکنیم توی مراجعمون، حتی خودمون بهش بپردازیم که چقدر این هیجان مطلوبیتش چطوره، چقدر قدرت برانگیختگی داره. ممکنه که مثلا هیجان خشم منو خیلی شدید در واقع تحریک بکنه تا هیجان غم، میدونین. و اینکه توان من برای مدیریت کردنش، کنترلش چقدر هست و اینکه کارکرد این هیجان چی است. مثلا کسی که پرخاشگره یاد میگیره، ممکنه که مثال میزنم همیشه نیست، میتونه از این طریق اهداف خودش رو پیش ببره، خواسته خودش رو عملی بکنه، میدونین.
پس بنابراین اینها میتونن توی تعاملات ما کارکرد داشته باشن. یک اثر جالبی هم هستش، گفتم اینم در واقع با هم دیگه مرور بکنیم، بهش میگن The Emotional Oracle Effect. یه اثر در واقع اوراکل هیجانی شاید ترجمهش بکنیم. حالا مسلما کسایی که کار ترجمه رو انجام میدن و ادبیات قوی تر دارن بهتر میتونن کلمه مناسبی پیدا بکنن. The Emotional Oracle Effect در واقع اوراکل اینجوری که من جستجو کردم کسایی بودن که راهبه هایی بودن که توی در واقع معبد دلفی یا توی یونان باستان مثلا خدایان در واقع معبدی که مربوط به خدایان بوده اونجا مثلا خدمت میکردن و اینها قابلیت پیشگویی داشتن. اوراکل در واقع کسی که معمولا تو ادبیات میتواند پیش بینی بکنه. تو فیلم ماتریکس هم دیده بودیم، یک فرد آگاه، یک فرد خردمند با قابلیت پیشگویی کردن. خیلی جالبه این پژوهشی که انجام شدهش، میگه که توی کلمبیا یونیورسیتی سال 2012 انجام شدهش، میگه افرادی که اعتماد بیشتری به هیجاناشون میکنن احتمال بیشتری داره که آینده رو و فاینال آوتکام و اون نتیجه نهایی رو به صورت بهتری، در واقع به صورت صحیح تری پیشگویی بکنن. و اینم باز یه جای خیلی جالبیه که باز نشون میده که ما چقدر این هیجانات میتونه برامون کارکرد داشته باشه. دیدین بعضیا میگن که مثلا من حس خوبی از این فرد نگرفتم، میدونیم با یه فرد تعامل میکنن حس خوبی نمیگیرن، منطق پشتیبانیش نمیکنه، اما بعدا میبینیم تو تجربه آتی که پیش میادش میبینیم که اون حسی که اول گرفته بوده، اون هیجانی که لمس کرده، درک کرده، واقعی بوده. نکته خیلی مهمی که وجود داره، میدونین چرا بعضی موقع این شکلی میشه؟ چون بهتون میگم کارکرد کل مغز بقاست و نوزادی که به وجود میاد کلامی بلد نیست و تا زمانی که من کلام بلد نیستم نمیتونم فکر بکنم، چون ما با کلمات فکر میکنیم. پس بنابراین حس میکنم، هیجان رو میگیرم، میدونی یک تعاملی با محیط میکنم. ممکنه که نفهمم مثلا پدر و مادر که دارن با هم دیگه بحث میکنن چی میگن به هم دیگه، اما میفهمم که تنش وجود داره، میفهمم که تنشن وجود داره، حسش میکنم و این فیلینگه و این ایموشنی که در واقع وجود داره انگار از این طریق دارم دنیا رو هم پیش بینی میکنم که آیا جای امنی هست برای من یا نه، و اینکه تو اون سن کوچیک چگونه میتوانم تحلیل بکنم، دنیا رو بشناسم و عکس العمل متناسب باهاش انجام بدم. انگار این با همون میمونه این حس در واقع emotional oracle افکتی که وجود داره، اثر اوراکلی که وجود داره. فکر میکنم که خیلی خلاصه، چون قرار نیست توی این ویدیوها خیلی عمیق بشیم، اما سعی کردم که خیلی خلاصه نکات مهمی که راجع به هیجان هست و با همدیگه مرور بکنیم و در واقع بهش بپردازیم. مسلما خیلی بحثا گسترده است که هر جایی که انشالله بهش برسیم سعی میکنم که من ویدیوهای مختلفی رو براش ریکورد بکنم. مرسی که همراه هستین، مرسی که در واقع دنبال میکنین کانال رو و انشالله به زودی با در واقع ویدیوهای مفصل‌تر و موضوعات جذاب‌تر باهاتون همراه خواهیم شد. مرسی، خدا نگهدار.